راستی خبر خدمت دو روز پیش فهمیدم از ایران هنرمندا می اومدن. ما عکساشون دیدم، نامشون که خوندم، اینستاگرامشون دیدم. اخر 3 میلیون هم داره، 3.5 میلیون هم داره подписчик، 2 میلیون هم دارن. و برادرای ما در ایران بسیار میگه هنرمندای معروف ایرانن. مخخ شما ده چون میگیم دست اول این ویدیو رو ببینیم، بعد صحبت میکنیم، تماشا میکنیم. با هم قوی تریم. به مناسبت روز جهانی فوتبال، نادیا پرواز میزبان تیم ستارگان هنر ایران، 2 تا 5 خرداد ماه. مسابقه فوتبال بین ستارگان هنر ایران و تاجیکستان، فیفا دی 3 خرداد. نادیا پرواز با افتخار حامی سفر چند روزه ستارگان هنر ایران. نادیا پرواز، مجری تخصصی تورهای تاجیکستان. خب تماشا کردیم برادر عزیز. روز 24 در کاخ اولیم فوتبال میشوه بین هنرمندا. یا خیلی هم هنرمندان، هم بلوگران، هم مقصد آدمای فرهنگی هن. ما یک جای فوتبال بازی میکنیم. نفرانی که ما را دیدن، ما را شنیدن، معلومات بیاین کاخ اولیم روز 24. اینا چیزلاش همش هست، ساعتاش همه معینه، روز و ساعتش معین. معلومات کنیم بیاین یک جویا. شما همه حیاهوی کنین، ما رو دستگیری کنین. ما همه هنرمندا بسیار من حبیگی هپجیگریم دا، همه حبیگی عثمان دو قنات میبره میپریم. همه خیلی زندگی همه برای چی؟ سعدی میره فوتبالیست رو بزن گولا بزن گفته حیاهوی میکنن. برای هم که الهام ده بیان و حرکت کنن. قوه آدم دو چندان زیاد میشه وقتی که یک کس حمله میگه که نام تا میگیره و که تا باید میکنه بودم قوه میگیره. برای همین قبل معلومات کنیم بیاین یک جویا. دستگیری شما پیشروی ما میشوه. کسی که بیکاره بیایه هیچی هم نه. هنرمندای معروف هم، ارتیستای معروف هم و پیش یک شناسایی میکنین خوب میشوه. خدا نگهبانی همون.